درود بر شما، چطورید بچه‌ها؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل اماد. امروز قراره با هم دیگه یه سایکل نخندی خفن بگیریم همراه با بگو دیگه شوفونو بده من تا بگم. بیا درود بچه‌ها، چطورید؟ مهدی هستم، خوش اومدید به چنل اماد. امروز یه سایکل نخندی خفن بگیریم، همین خیلی خوش بگذره بهمون، حال کنیم، صفا باشه. بریم دیگه. من ریدم توی اعلام حضور کردنت. خب بچه‌ها قراره سایکل نخندی بگیریم. مجازات سس تند بیژن. تبلیغات نباشه، هیچ اسپانسری نداریم. اسپانسر خفه شو. هر کی یه دونه بخنده میخوره دیگه. آقا هر کی یه دونه. بابا دارم حرف میخوره، خیلی بده. بابا بذار دارم حرف میزنم. آقا هر کی یه بار به یه دونه ویدیو بخنده یه قاشق سس تند میخوره. بذار اینو بذارم زیر. آره خب بریم برای اولین ویدیو. بریم اینجوری حرف نزن. خوب بود که عدو بقیه رو در نه خودت بود. بریم من دیگه خندم نمیاد. سوسو بیا. نه وایسا آقا یه دقیقه وایسا. آقا یه لحظه اجازه بده به من. اول اینکه یه دقیقه صاف بشین. اول اینکه باید قشنگ لب و دهن باز اینجوری باید بخندی. اینجوری بخند. نه نمیشه. اذیت نکن. نه این قانونه. چی؟ الان تو همه به خدا قانون نبود. به خدا الان همه قانون میذارن. اگه من اینطوری میخندیدم الان بگو. اگه من الان اینطوری میخندیدم حساب میشه. باشه بیار میخوای. آقا وایسا. آقا ببخشید دیگه امکانات نیست یه دونه فقط میکروفون داریم. من این میکروفون رو یه بار اینجوری بگیرم دستم. اگه بذارم اینجا صدای متی. اگه حمایت کنین 2 تا میکروفون میخره. متی اینجوری حرف نزن. آقا بریم اینو بزنیم دیگه. گرفتاری شدیم. این ریاکشن خورد اصلا دیگه خیلی تون بود آجی. خیلی تون. دهن آدم این چیز میکنه. چی میکنه؟ تو بگو چی میکنه. شما بگید تو کامنتات چی میکنه. اینجوری نگو. آقا راستی قبل از اینکه بریم ویدیوی بعدی من اینو بهتون بگم. این ویدیوها رو من به داداشم صبح گفتم. الان شب دقیقا. من صبح گفتم که این ویدیوها رو تو اینستاگرام ببینه و خنده دارش بر ما بفرسته. من اینا رو هیچ کدوم ندیدم. و آره دیگه بریم برای ویدیو بعدی. من این شیر پاک مادرم قسم میخورم ما نه کلاهبرداریم. فکر کنی که چی می‌خوری؟ همین شیر پاک مادرم قسم شیر میخورم ما نه چرا کلاهبرداریم. میخندی شیر پاک گرده تمام بودن. بریم ویدیو بعدی. خنده‌دار بود. خندیدی ولی یا خنده‌دار که بود. تو هم اینجوری شدی. من صدام نیومد. خب منم صدام نیومد. بریم. آش نخورده و دهن سوخته بشی. چرا سوخته میشه؟ اگه آش داغ که بخوریم نظرم سرد بشه دهنت خو بچه گیر میکنه دیگه. ببخشید داغ دیگه. میشه. دعای اما یجوی با مستد رضا اما یش کسوف هست که چی؟ هشت کسو؟ چند ساله که با این دشواری دارید زندگی میکنید؟ دشواره؟ خیلی هم جای خوبی هیچی رفته با خرداد ما آقا باغدی بله دشواری خیلی هم جای خوبیه. محاسبه. خب بریم سس بخوریم. کم بریزی، من برای تو کم میخدم. یا همینقدر بس. نه خوبه، راست میگم. آقا بخور. الان میگن ذره چیه ولی خیلی تنده. بابا خیلی تنده. چیه ذره چیه؟ بخور. بریم. بخور. سلامتی آنکه شیر را داد، آنکه شیر را خورد و آنکه دفن کرد شیر را. شد دندون میزنی قاشق. خیلی تنده. من نمیگردم. خیلی تنده. کجا خریدی؟
تبلیغ سوپر مارکت معلمون. آقا بریم ویدیو بعد. زنگ نزن میام زنگ نزن میام باشه زنگ نزن میام زنگ نزن میام باشه. مامانم هر 2 دقیقه یه بار زنگ. الان این کجاش خنده؟ آقا بریم ویدیو بعد. این واقعا خنده‌دار نبود. وقتی به بابا بزرگم میام چقدر بچه داری بابا بزرگ سوال دارم ازت شما چرا این همه بچه داری این دیر کشیدیش بیرون وقتی به بابا بزرگم میام چقدر بچه داری به قرآن من نفهمیدم چی شد. دیدید بیسکویت تبلیغ نباشه برند ساعت ترایی کرد توی چای. بعد گفت چرا انقدر زود بچه شد. بعدم دیر کشید. دیدید بیسکویتو میگن چای میخورن در میشه. این بیسکویت افتاد فهمیدی دیگه. بعد دیر آورد بیرون بیسکویت افتاد. دیر از چیز کشیده بیرون. نیتی جان دوش اینا رو نه بابا بچه‌ها فامیلی فرندی. آقا بریم ویدیو بعد. نوشته دختر کوچیک واقعا تیر خورد. آقا گیر میکنه دیگه. سوسو بدم. نه داداش وایس آقا یه دقیقه واسه من توضیح بدم. واقعا یادم رفت سعی کن نخندی. جدی دارم میگم. چی کنم؟ الکی خندیدم. خود چی کار کنم من؟ خندیدی؟ آقا این شاشیدم تو نه. خیلی تنده ولی دفعه بعد با یه سوز تندتر بیاریم. آقا بریم ویدیو بعدی. بس بخونم روشو. اول بچه‌ها میخونم بعد میذارم. نمیشه وقتی دعوات شده و زنگ میزنی به رفیق ترک چی؟ که بیاد کمک. ترکت یعنی چی؟ ترک موتور دیگه. آرام حیوان. شما حلابیان شوفه اولید من زنن حلابیان سیبتم منتظر باش مادر تو. بریم ویدیو بعدی. بعضی موقع دل میخواد چون کشم گوش نکن خود نیای تا ببوسمت نمیخوای ببوسی خرد مادر بگمت ببوس بعضی موقع دل میخواد الله بود. ولی نخندیدی به این. بریم ویدیو بعدی. تو عمر داره دیگه سلامتی نمی‌کنه. آقا سلامتی دو تا سه برات چی؟ آقا بریم ویدیو بعدی. خیلی چه بلاک نگهت میدارم که پیشرفتمو ببینی. خنده‌دار نبود. از سنگ ساخته شدی. آقا بعدی. بچه ها نت خیلی ضعیفه پس من یه چیزا عوض میکنم. فیلتر شکن عوض میکنم ببینم چجوری میشه. بعدی حضرت یوسف وقتی افتاد تو چاه چی گفت؟ ببین جواب منطقیه. حضرت یوسف قبول وقتی داری؟ افتاد تو چاه چی گفت؟ واقعا حضرت یوسف افتاد تو چاه گفت نگفته ولی گفته یا چی نورمالی گفته دیگه. تو بیافتی تو چاه نگفتی که. این بچه است. بریم بعدی. بچه بذار اول متن روشو بخونم. نوشته من و رفیقم 2 دقیقه بعد این که از بدبختیامون گفتیم. این چیه؟ چی بگوام عالم چه خشمید آی وزیتیوم دستم لا در بید آی در بید آی دستم لا در بید چی بگوام عالم چه خشمید آی وزیتیوم دستم لا ادک نبود. تو سنگی از بوتونی. آقا بریم بعدی.
این خنده چیه؟ نه به ویدیو نمیدونم خانم. این چیه کشیدی؟ قلب کشیدم. هر که اینجوری هر اینجوریه نگاه کن چه میگم ای تو به من خالی کردی تو جیبامو خالی کردی بزن تو به من خالی کردی چرا؟ دوبار زد ولی دومی آروم بود. اولی خورد به تیرک برگشت دوباره. دو تا دو پنج تا ادیسون کیه؟ اگه حواست به درست بود میدونستی کیه؟ الناس کیه؟ همینجوری. نمیدونم اگه حواست به او بود میدونستی کیه؟ وای سیر ناله düştüm bir hale. فکر کرد تخمه خودشه. اوه خطو داریم دیتا میپاتون. آره. پشمام. بازی چرا این ویدیو چرا همش تخم بود؟ آقا بریم بعدی. این زیاد خنده‌دار نبود. عثمان جان چطور هستی؟ چقدر وقت از دبی زندگی میکنید؟ 1 ماه و 6 ماه. 1 ماه و 6 ماه. این اون بود 101 سال. 101 سال. آقا اینم زیاد مالی نبود. آقا بریم بعدی. مردیانه دیو مردیانه گاو مردیانه خر مردیانه از خدا بیخبر مردیانه قلپک. یعنی چی؟ نصف فوشاشو من نفهمیدم. فوش نمیداد. میگفت مرد یعنی فلان. مرد یه ذره به این بر. کجایی میگفت؟ مرد یعنی فلان. کام افغانیه. این ویدیو ببخشید خیلی کیرینجه. ما بلد نیستیم ریاکشن بدیم. فعلا بلد نیستیم. یاد میگیریم. دستمون میاد دیگه. ببخشید دیگه اگه این ویدیو خیلی کیرینجه و حالتون داره از ما به هم میخوره تحمل کنید. هیچی ولش کن. آقا بریم بعدی. ول کن بابا بریم بعدی. اب نداره دیگه. ما خیلی اوله. ویدیوی اول. ویدیوی اولمون خیلی کیرینجه. البته ویدیو دومه. ویدیو اول جان مادرتون حمایت کنید. با یتیمی تو رو خدا. بس دیگه. زندگی رو می‌ریزم. جدی میگیرن. آیا واقعا یتیمی تو؟ بریم بعدی. ول کن دیگه. بس بریم بعدی. این قشنگه. خیلی قشنگه. نه این واقعا اصلا قشنگه. شلوار صورتیش خیلی قشنگه. خیلی بیشوری. حیوان یوتیوبه. شلوار صورتی یعنی چی؟ شلوار خوش صورتی بود شلوارش. خب میدونم تمساح رو من گفتم قشنگ. آقا این ویدیو آخره و تا الان من 2-1 درسته؟ من 2 تا خوردم. 2 تا خوردم. تو رو خدا بخوام. آقا بریم بعدی. امتحان دانشگاه ساعت 8 شروع میشه. پسر ساعت 7:50. آقا چرا الکی خندیدی؟ پسر بابا میگم الکی خندیدم. بگو کجای پسر بابا؟ بابا این زده بود دختر ساعت 6 صبح. بعد میریم آموزشگاه. بعد ساعت اون میای دنبال میریم. نه واقعا الکی خندیدم چون گفت بخند خندیدم. گوه خوردی خندیدی. یعنی باید بخوری. غلط کردی خندیدی. رکشم خندیدی باید بخوری. بابا دهنتو باچیدی دوربینو. نشون بده دوربین. نشون بده دوربین. بس نشون بده دوربین. خیلی سخت جر میخوری بدی. چطوره؟ اجازه بقرارش کنم. سس چجوری میخوای غیر بدی؟ اون با آب دهنت خب بدتر میشه که. اوه نه اوه بازی نکنی توی پوست سگ سس اومد. نبوده سس واقعا تون بود ولی نه بردی که بگم ای فلان برنامه. اصلا مثلا اونجوری نبود که داد و بیداد کنی بگی بریم اون برای آب بخوری فلان. تندیش میره بچه بعدی. تندیش آره میره. و اگه دفعه بعد بوی بعدی سگیشه که میمونه تو دهنت. دفعه بعدی انشالله یه دونه سس قشنگ تند خور مادردار میارم. زن آقا من میگم بگو. آقا مرسی ویدیو رو دیدید.
بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو دیدید. اگه خوشتون اومد این ویدیو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید تا وقتی ویدیو جدید میذاریم نفر اول با خبر بشید. و ببخشید که یه ذره نابلد بودیم تو ریاکشن رفتن، که بالاخره اولین ویدیومونه، تقریبا اولین ویدیو شما به جدیمونه. بزرگیتون ببخشید. آره دیگه اولین ویدیو جدیمونه. اون اولین ویدیویی که گرفتم معرفی بود. این دومین ویدیویی که ریاکشن میگیریم و خیلی سخت بود. تا حالا نشسته بودم جلوی دوربین ویدیو نگاه کنم. بعد منم اولین بارم بود. آقا حرفی نه، صحبتی میخوام خدافظی کنم. خیلی ممنون از اینکه وقتی که داشتین یوتیوب رو همینجوری می‌زدیم رفتیم این ویدیو رو ما رو دیدین و روش کلیک کردین. چشمای زیباتون و وقت گرانقدرتون رو گذاشتین برای ما. این ویدیو رو تا اینجا نگاه کردین. منت رو سر ما دوتا گذاشتین. خیلی ممنون ازتون. خدا نگهدار. خب آقا مرسی که این ویدیو رو دیدید دیگه، حرفی نمونه. خداحافظ. بدم ادامه.